آقای رئیسی این قشنگ دقت کن، این صف گادریله از 4 صبح تا حالا ما اینجا خوابیدیم. اتوبان تهران صاحب است. عزیزم تریلی چجوری میخواد قسط بده؟ ماشینا چجوری میخواد قسط بدن؟ از تو این فکر بیا بیرون آقای رئیسی که بنزین گرون کنی داداش. اون اموالی که مسئولینتون دزدیدن تو این 40 سال اونا رو برین یقه کنیم بیارین. آره با این گرون کردن بنزین کار درست نمیشه. ذخیره‌تون هم که خبر دارم انجمن شده. ذخیره استراتژیکیتون تمومه. والله اینجوری پیش بریم ما کامیوندارا کلتون میکنیم، خیالتون راحت. چه چیزی بوده که تو این مملکت دیگه نریده باشی.